سلام دوستان عزیز، وقت همگی بخیر. یه مانیتورینگ خیلی مهم ما حین بیهوشی داریم تحت عنوان کاپنوگرافی که این مانیتورینگ میاد دیوکسید کربن انتهای بازدم رو به ما نشون میده و ما اون رو تحت عنوان انتایدال CO2 هم میشناسیم. این سطحی از فشار CO2 که کاپنوگراف به ما نشون میده قاعدتا باید مساوی و برابر اون CO2 باشه که تو شریان وجود داره، یعنی باید برابر PaCO2 باشه. اگه مشکل خاصی وجود نداشته باشه یا همه چی اوکی باشه که معمولا این اتفاق نمیفته و ما یه اختلاف فشاری بین این دوتا داریم و EtCO2 معمولا بین 3 تا 5 کمتره نسبت به PaCO2. ولی به هر حال اگه مشکلات خیلی بزرگتر باشه این عدد میتونه متفاوت بشه، کمتر بشه، بیشتر بشه که هر دوی این اتفاقات باید کارشناس بیهوشی رو حساس کنه به وضعیت تهویه آلوئولی. مثلا اگه EtCO2 بیاد پایین، خب احتمالاً مثلا اگه بخوایم یه مثال برش بزنیم، خب برونده قلبی ممکنه کم شده باشه. خب از اون طرف خونرسانی خود ریه و اون خونی که داره میره تو ریه کم میشه و خب به هر حال CO2 که باید حمل بشه به اونجا برای مبادله کمتر میشه. یه مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، مثلا ما اگه یه آمبولی ریه داشته باشیم، قاعدتا نواحی پشت آمبولی خونرسانیش قطع میشه و دوباره خون اونجا نمیره و تهویه صورت نمیگیره و ما اتفاقا یه کاپنوگراف خیلی معروف هم در این زمینه داریم. به هر حال اتفاقات خیلی متنوعی میتونه حین بیهوشی رخ بده که کاپنوگراف ما رو نسبت به این اتفاقات میتونه مطلع کنه. مثلا اگه یهویی شما EtCO2 عددش و نمودارش بیفته، ممکنه شما رو متوجه ارست حتی بیمار بکنه. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم در مورد افزایش عدد کاپنوگراف، خب دیگه مثال ها متنوع دیگه. مثلا هر عاملی که باعث افزایش تولید CO2 تو خون میشه، قاعدتا محصولات CO2 میاد از طریق ریه دفع میشه و ما این افزایش CO2 رو تو کاپنوگرافمون میتونیم مشاهده کنیم. خب بچه، کاپنوگرافی 4 تا فاز داره که خب 3 تا فازش مربوط به بازدمه و فاز صفر و فاز پایانیش مربوط به فاز دم میشه. ما فاز 1 ابتدای بازدم رو داریم. خب اینجا داره هوایی توسط کاپنوگراف سنس میشه که تو فضای مرده آناتومیکه. حالا چه خود ریه که ما میدونید که 1/3 هوایی که وارد ریه میشه تو فضای مرده آناتومیکه، تو مجاری هوایی، اون جایی که اصلا تبادل ما گازی نداریم و قاعدتا انتظار نداریم تو این نواحی CO2 وجود داشته باشه و حتی خود لوله تراشه‌ای که ما میذاریم اونجا هم قاعدتا تبادل وجود نداره. خب تو فاز اول هوایی که برمیگرده و توسط کاپنوگراف سنس میشه هوای این مناطقه. خب ما انتظار نداریم اینجا CO2 عددی به ما نشون میده و CO2 اینجا قاعدتا صفر باید باشه. به تدریج این هوایی که از فضای مرده آناتومیک و لوله تراشه اینا برمیگرده، خب از کاپنوگراف عبور میکنه و کم کم شروع میکنه اون هوایی که تو آلوئولا بوده و تبادل داشته بیاد از کنار کاپنوگراف رد بشه و از کنار سنسورش و ما انتظار داریم که تو این فاز که فاز 2 هست به تدریج عدد و نمودار بالا بره تا به فاز پلاتو برسه. فاز پلاتو فاز 3 هست و خب ما انتهای این فاز رو تحت عنوان EtCO2 میشناسیم. بلافاصله بعد انتهای بازدم و شروع دم خب یه هوایی دیگه اصلا مسیر عوض میشه دیگه. یعنی تا الان ما بازدم رو داشتیم، الان دم رو داریم و به هر حال دم هم که حاوی اکسیژن. حالا اگه ماشین بیهوشی هم فعال باشه که گازا باز باشه، داره گازا بیهوشی میره و اینجا CO2 از کنار سنسور کاپنوگراف عبور نمیکنه و قاعدتا اینجا ما انتظار داریم که نمودارمون
صفر باشه، عددی که به ما نشون میده صفر باشه. این نکته اینجا بگم که به هر حال متون اشاره میکنن که شما در حین CPR بیمار با توجه به اینکه خب حالا ما هم EKG داریم اونجا و هم پالس اکسیمتری داریم، به شرطی که بیمار این توبه باشه کاپنوگرافی خیلی مانیتورینگ خوبیه که کفایت و اون کیفیت CPR ما رو نشون بده. وقتی شما کاپنوگرافت داره یه عددی که حالا تکس عنوان کرده که بالای 20 باید باشه، مثلا کاپنوگرافی داره 20 نشون میده، این دیگه نشون میده که خب ما خوب داریم قلب و ماساژ میدیم، فشرده میکنیم، تهویه‌مون اوکیه و یه سیرکولیشنی رو تونستیم برای بیمار برقرار کنیم. پس تو CPR هم که خب بچهای بیهوشی معمولا حضور دارن، اگه اونجا دسترسی دارین این مانیتورینگ رو وضع کنین که بدونیم که خب الان کیفیت CPR ما چجوریه. خب در ادامه بریم چند تا کاپنوگرافی نگاه کنیم، شکلاشو که به هر حال تو ذهنمون باشه که اگه این اتفاقا حین مانیتورینگ برای ما پیش اومد بتونیم سریع تجزیه تحلیل کنیم. این یه کاپنوگراف نرماله که میبینین که قشنگ اون 4 تا فاز داره، از صفر شروع میشه میاد بالا دوباره برمیگرده تو بیسلاین قرار میگیره. بچه اینم یه کاپنوگراف دیگه است، اینم نرماله، منتها تفاوتش با اون قبلی اینه که اونجا بیمار زیر ونتیلاتور بود و تنفس کنترله داشت، اینجا خود بیمار داره تنفس میکنه و اگه مثلا مریض ما انتهای بیهوشی و انتهای جراحی نفسش برگشته باشه، ما میبینیم که کاپنوگراف یه همچین شکلی رو برای ما ترسیم میکنه. بچه این کاپنوگرافی دقت کنین، میبینیم که ما در ابتدای فاز بازدم به تدریج نمودارمون میره بالا و شیب نمودار کمتره. این نشون میده که ما تو بازدم یه مقاومتی داریم. این نشونه بارز مریض COPD و آسمی هست و به هر حال این کاپنوگرافی مربوط به این بیمارانه. همچنین انسداد نسبی لوله تراشه هم میتونه یه همچین نموداری برای ما ترسیم کنه. برونکو اسپاس میتونه دوباره حاوی این ویژگی ها باشه. البته به نظر میاد اگه ما برونکو اسپاسمون به صورت کامل باشه، که خب بعض وقت دیدین که تو بالین چجوری میشه اصلا، یعنی یه انسداد کامل پیش میاد، مریض این توبه است، شما هرچی بگ و فشار میدی هیچ، فقط فشار بگ میره بالا و هیچ رفت و برگشتی صورت نمیگیره. ممکنه اونجا ما دوباره به خاطر اینکه انسداد کامله و بازدمی ندادیم عددمون دوباره صفر باشه. همچنین این نمودار که داره تاثیر تپش قلب رو روی نمودار به ما میگه و این هم نمودار جالبیه. بله این نمودار هم یه نمودار احتمالاً معروف ترین شکل برای بچهای بیهوشی که خب بیمار شل کنندش تایمش گذشته، اثرش آف شده و زیر ونتیلاتور نفسش برگشته، خودش داره علاوه بر اون تنفسایی که ونتیلاتور بهش میده خودش هم داره نفس میکشه و ما این شکافایی که میبینیم دقیقاً اون تلاش بیماره که داره خودش تنفس میکنه. پس دیگه اگه اینو زیر بیهوشی دیدیم به این نتیجه میرسیم که مریض اون بیدار شده و حالا با توجه به شرایط جراحی و طول عمل جراحی ما شل کنندمون رو تکرار میکنیم. بله این نمودار هم احتمالا یه نمودار خیلی معروفیه برای دانشجویان بیهوشی. وقتی که شما به جای تراشه لوله تراشه رو داخل ازوفاگوس بیمار جایگذاری میکنیم و ما انتظار داریم بعد اینکه بیمار رو وصل کردیم به ونتیلاتور یه نمودار کاپنوگرافی این چنینی ببینیم که نشون میده که به هر حال لوله داخل تراشه نیست و CO2 سنس نمیشه از طریق کاپنوگراف و به این نتیجه میرسیم که باید دوباره لارنگوسکوپی کنیم و لوله رو داخل تراشه جایگذاری کنیم. بچه این نمودار رو اون خط بیسلاینش رو دقت کنین، برخلاف نمودارهای قبلی که از صفر شروع میشد بیسلاین، این بیسلاینش صفر نیست و بالاتره و روی نمودار میبینی که مثلا 5. این یک تابلوی خیلی واضحیه که ما سیستم کانیسترمون مشکل داره، سودولاین تاریخش گذشته و اونجا یه ایرادی وجود داره دیگه، CO2 اونجا جذب نمیشه و ما تو فاز دم داریم دوباره به همراه فرشگس که حالا اکسیژن و گازهای بیهوشیمون هست، دوباره چون CO2 کامل دفع نشده به همراه دم داره وارد
مدار تنفسی بیمار میشه. خب این یک تابلو خیلی واضحه برای ما که سریع سودولایممون رو تعویض کنیم و ایرادش رو برطرف کنیم. البته خرابی دریچه بازنمی هم میتونه یه همچین علامت و نشانه داشته باشه. خب تو این دوتا نمودارم ما خرابی دریچه رو داریم. البته اینجا دریچه های دمیه که ایراد پیدا کرده که اینم به خاطر بسپارین که احتمالاً در بالین بیمار به کارتون میاد. بله، بیماری که پیوند ریه کرده، پیوند یک ریه کرده، 2 تا قله داره، فاز پلاتوش و یعنی قله‌هاش هم اینجوریه. دقت کنین تو شکل که ممکنه که بیمار این نمودار از خودش نشون بده. خب بچه‌ها بعضی وقتا ما کاف لوله تراشمون حالا یهویی پاره میشه یا اینکه نش داره. این هم یه نمودار خیلی معروفیه که داره به ما میگه که خب لوله تراشه مشکل پیدا کرده. اینم به خاطر بسپارین، خیلی میتونه کاربردی باشه حین کار بیهوشی. خب همطور که میدونیم ما 2 مدل کاپنوگرافی داریم، مین استریم و ساید استریم، که این نمونه های ساید استریم یه لوله‌ای دارن که میاد وصل میشه و نمونه رو میبره تجزیه تحلیل میکنه، برخلاف مین استریم ها که تو مسیر قرار میگیره که اینم نشون میده که خب اون لوله نمونه گیری توی مدل دچار اشکال شده. در نهایت تشکر میکنم ازتون دوستان که وقت گذاشتین و حوصله کردید. من فکر کردم که بحث کاپنوگرافی یه بحث خیلی مهمیه برای دوستان بیهوشی. فکر کردم که اگه چند دقیقه راجع به این موضوع و کلیاتش و جزئیاتش صحبت کنیم میتونه کمک کننده باشه. امیدوارم که در تمام مراحل زندگیتون موفق باشین. خدا نگهدار.